من یادمه چند سال پیش در دبی خانم شوره رو گرفتن بابت تریاکی که همراه داشت، موادی که داشت، و دیپورتش کردن و دیگه خانم شوره نتونست اونجا بره. حالا رفته تو ترکیه، چون تو که دبی نمیره حالا انگیزه هایی به وجود آورده، همون کثافتکاری های دبی رو در ترکیه میکنه. و اونجا تو این دیسکوتکا روی صحنه ها قبل از کنسرت یا اون خواننده‌ای که بخواد برنامه بذاره دخترها رژه میرن. نمه هاشو پاره کردن. این چقدر دل سوخته. اصلا همونجوری میگه دلم سوخته. منم عکسشو پاره کردم. نمه هاشو پاره کردن. باز زد به صحرای کربلا. فشن از فروش نوار ویدیو درآمد میتونستی داشته باشی، نه اینکه بری خانم فروشی کنی به عنوان خانم رئیس کارا رو انجام بدی. فکر کنی کی هستی تو؟ خجالت نمیکشی؟ تو آبرو خانوادت رو بردی، آبرو هنر رو بردی. اشاره کردم، عکسشو پاره کردم. یادت اومدم قرارداد بستم و به تو پول $10,000 تو خونت پول دادم، یک نفر مرد از اتاق خوابت رفت، اصلا به رود نیاوردم. نسوزون ای ناموسمون، نسوزون این خونه رو، نزن آتیش نکن بیرون، نسوزون این رو، نسوزون 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 ای ناموسمون، نسوزون بیدین و ایمون، نسوزون.